همین گفت کبرین خونه رو ببینید چی دارم، کدام خونه قبولش میتونه. یک دور گشتن آمدن حضرت با جز او در خونه هیچی نیست. مقصد مهمان قبول کنه میتونه. برعکس یک بچه که بغیرت خوری وری دوست گفت حضرت امکان نداره که من مهمان تبرم. گفت بسیار خوب میشه. خیلی مهمانی پیامبر مهمانی کنی برادر. یک فخری بر خدا که پیامبر مهمان شد تا بگه با چند بار مهمان دوریش کرد. میگه آوردش خونه ده که کمپیرکش هم آدمی خدا ترس. گفت زنه گفت حضرت روان کرده که مهمان شد. بعد گفت یگان چی داری؟ گفت با خدا قسم گفت یک مشت داری نمون نانی ترکدگی برای دو تا فرزند نگمونای اونی نخوردن خراب پیشون شونن خراب گفتیستن. گفت چی کار کنیم؟ گفت مرده غم نخور پروا نکرد. گفت همین زنی خدا ترس باشه، همین زنی به خدا نزدیک باشه وقتی میگه خواب بر سر میکند زن میکند، تاج بر سر میکند زن میکند. همین نقشی اساسی در خانه زنک میگذارد. همین زنک دلشاد باشه اخی انشاءالله رحمت در خانه با زیاده اخی. بعد گفت مردک چیلی کنیم؟ گفت زنک گفت همین برای گفت تازه قطیش بشی مهمان قدی بشی. گفت من تعامه میارم، همین تعامه که آوردم ماندم گفت من چراغ میکشم. همین چراغ میکشم. گفت همین چراغ که کشتم خانه تاریک کشید تا دست آستا دراز قدم بگی و نخه با اون مهمان بخرش. بعد میگه هم تم کرد. گفت کودک را چیکار میکنی؟ گفت مرده من کودک را یک کار کده خوشو میکنم. میگه وقتی سحر شد پیامبر به مکه میگه وقتی سحر شد حدیث اومد میگه مهمان را گرفت مسجد اومد نماز بانگ در خان میگه در صف میگه حضرت هم خیلی نگاش کرد همون مرده که مهمانداری کرد میگه چنان تبسم کرد که دندانهاش میگه کرسیاش دیدیم. میگه گفته فلانی گفت چگونه مهمانداری کردی که جبرائیل خبر تا آورد که الله از مهمانداری راضی شده است. تصور کن جبرائیل خبر تا آورد که الله از مهمانداری راضی شده. تو چه مهمانداری کردی؟ که میگه حکایت کرد که حضرت هم تری کردم. میگه گفت خدای مهربان در همون طبقه که مهمان دست دراز کرد الله در اونجا برکت عطا. میگه مردک زکات دهنده شی. میگه که غیرتی را ببین کاری را ببین. امروز ما داریم غیرت نداریم برادر است میترسیم. یک مهمان مثل اگر تو در خانه‌مون مرده نشه با فیلم یک کس لای چیز ما رو شکستن میتونه